In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 11 English book, Unit 4, Lesson 6, Part 1, page 58. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل 4 درس 6 بخش اول صفحه 58 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section and that section was writing. بچه‌ها، ما شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و او بخش چی بود بچه‌ها؟ بخش writing یا بخش نوشتن بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم که چگونه میتونیم ما شما از یادداشت‌ها، از نوت‌ها چی کنیم؟ یک پاراگراف نوشته کنیم. و کارخانگی هم براتون سپرده بودم که از نوت‌ها و یادداشت‌ها چی کنین؟ یک پاراگراف نوشته کنین. خب حتما می‌بینیم. خب بیاین که کوتاه موارد درس امروز خودمون بررسی کنیم، ببینیم کدام بخش‌ها رو ما شما در درس امروز قرار است که بخوانیم و یاد بگیریم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is revision. شاگردای نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است که یک بخش را بیاموزیم و او بخش revision، تکرار یا مرور است که میخوانیم و یاد میگیریم. درس‌های را قبلا خوانده بودیم، مثلا which, who, that. اینا رو چی میکنیم؟ اینا را ما شما میخوانیم و یاد میگیریم. بخش ریویژن یا بخش تکرار امی خوبیش است، امی مزیتش است که مثلا روزهای قبلی بچه‌ها اگر باید داشته باشین یاسر را که فیصل حاضر نبودن، اینا ما شما یک درس داریم مکمل به خاطر ریویژن یا به خاطر تکرارش و این دو جوان هم چی میکنه؟ این درس را یاد میگیره. البته روزهای گذشته هم براتون یک مرور کرده بودم دیگه، شاید کم بیش یاد گرفته باشین اما امروز خوب یاد میگیرین. خب براتون بچه کارخانگی سپرده بودم، گفته بودم که یک پاراگراف نوشته کنین راجع به پروتئین ها و منرال ها با استفاده از امو نوت هایی که در کتابتون بود. حتما دیگه انجام دادین. کس اگه انجام نداده دست خود بلند کنم بفهمم که کی انجام نداده. عالی است بچه، نام خدا طبق معمول همتون انجام دادین. کتابچه کار خانگیتون باشه، من میایم همراه قلم سرخ امضا میکنم و میبینم. فعلا قلم، پنسل، کتابچه همه چیز بچه آماده است. صفحه 58 کتابتان را متوجه باشین. خب revision، تکرار یا مرور. taking out which, who and that، بیرون کشیدن یا حذف کردن which, who و that. یاسر، فیصل. متوجه باشین بچه که شما غیر حاضر بودین. یاسر عزیز خب که گفته بودیم که مریض بود و فیصل هم رفته بود تفریح. دیگران متوجه باشن که یک تکرار میشه، یک مرور میشه، درس‌های گذشته ما شما است. خب دقت کنین بچه‌ها، گفته شده که taking out which, who and that. When they are subjects, for example، زمانی که which, who and that چی می باشه بچه‌ها؟ subject یا فاعل می باشه. به طور مثال those are the trainees who study geography. متوجه باشین، دقت کنین بچه‌ها. باسط در صنف هستی؟ یک رقم گیچ سایل داری هستی در صنف؟ خوب است. دست تکان بده بفهمم که بیدار هستی قنده بچه ها. زمانی که درس تشریح میکنم بخصوص گرامر یا دستور زبان که می باشه، کوشش کنین که فکرتان از بیرون، از کوچه، مثلا از خانه جمع کنین. فکرتان در صنف باشه، فکرتان طرف درس باشه که استاد چی میگه، امی جرما یا فهمیدم یا نفهمیدم. این رقم گیچ سایل نکنین که باز دیگه امو یک بیعلاقگی پیدا میشه. من میگم که برو خیلی دیگه صنف یک ذره بیعلاقه است، کلشان خواب میبره من نمیرم یا درس دلم نمیشه. نه دیگه، شما ما تو پر انرژی بیاین
داخل صنف بشینین، اما تا فعال باشین. میفهم نام خدا کارهای خانگی رو انجام میتین، اما متوجه درس هم باشین. درست؟ با استاد عزیز دیگه تو استوار بشین، پر انرژی که دیگه بخواید درس ادامه بدیم. دقت کنین. خب دوباره براتون میگم، دقت کنین. گفتش که taking out which, who and that when they are subjects. For example زمانی که which, who, that چی می باشه بچه ها؟ subject می باشه یا فاعل می باشه. به طور مثال those are the trainees who study geography. او دانش آموزایی هستند که چی مطالعه میکنن، چی میخوانن؟ علم جغرافیا. خب این شد یک مثال. چی میکنیم زمانی که این رقم یک مثال داشته باشیم و who من حیث subject استفاده داشته باشه؟ چی میکنیم؟ we take them out and change the verb to verb ing. ما who, which, that او رو چی میکنیم؟ دوباره میگیریم، حذف میکنیم و verb ing چی میکنیم؟ علاوه میکنیم. مثلا study است میشه studying. دقت کنین. those are the trainees studying geography. او دانش آموزایی هستند که علم جغرافیا مطالعه میکنن و میخوانن و یاد میگیرن. درست؟ پیش میریم با اکتیویتی B. چوکات A، چوکات اول اکتیویتی را خواندم، اکتیویتی B. دقت کنین. when they are objects for example زمانی که which, who, that چی می باشه بچه ها؟ object می باشه یا مفعول می باشه. خوب دقت کنین. for example به طور مثال cereals are a family of grains which we use for food. دقت داشته باشین بچه ها. حبوبات چی است؟ حبوبات از جمله فامیل غلات است که ما استفاده میکنیم اونا رو من حیث چی؟ وعده های غذایی من حیث غذا پخته میکنیم، نوشجان میکنیم. We take them out and make no other changes. بچه ها این باریکی رو متوجه باشین، حتی میتونین که نوت کنین. اگر من حیث subject استفاده شود which, who, that ما which, who, that رو چی میکنیم؟ omit میکنیم، حذف میکنیم. بجاش چی علاوه میکنیم؟ verb ing. اما اگر من حیث object استفاده داشته باشه یا مفعول، ما شما صرف او را حذف میکنیم و هیچ چیز دیگر علاوه نمیکنیم. دقت کنین. Cereals are a family of grains we use for food. Which we use for food? We use for food. متوجه هستین؟ Which پس شد we use for food. Use چی شد؟ ing نگرفت. We ing نشد. هیچ چیز نشد. صرف which حذف شد بچه ها. متوجه هستی یا سر؟ صرف حذف شد. دیگه هیچ چیز نداره. cereals حبوبات از جمله فامیل چی هستن؟ غلات هستن که ما چی میکنیم؟ من حیث غذا استفاده میکنیم، اونا رو پخته میکنیم، نوشجان میکنیم. خب این بود بخش اول ما شما. البته چوکات اول که ما شما خواندیم راجع به چی؟ راجع به taking out which, who, that. اینا رو ما شما قبلا خوانده بودیم که من حیث subject یا object، من حیث فاعل یا مفعول استفاده میشن. این بود تکرار درس های گذشته. بریم به چی؟ به چارت دوم. بچه ها دقت کنین که درس جدید است. ما شما میخوانیم و یاد میگیریم. خب در چارت یا میدیم قسمت اول کس مشکل نداره بچه ها؟ همه یاد گرفت؟ فیصل یاد گرفتی؟ ماشاءالله. یاسر یاد گرفتی؟ آفرین. خب میریم به قسمت دوم یا به چارت دوم. دقت کنین. F plus present it's present. دقت کنین بچه ها. F با زمان حال دوباره چی میشه؟ F. بچه ها ما شما برای میگیم F clause یا قضیه F. درست؟ ما شما چندین رقم قضیه داریم. درست؟ این رو برش میگیم F clause یا قضیه F یا اگر. بیاین که بخوانیم و یاد بگیریم. ببینین بر ما شما گفته شده که Do you remember these؟ آیا شما اینا را به یاد دارین؟ کدام را؟ جملات را دقت کنین. F plus present future. F میگیریم در قضیه یا در کلاز ما شما جمله ما شما present و چی؟ قضیه دیگه یا کلاز دیگه میشه future. مثال چه دقت کنین. If you eat too much you will become fat. ببینین F structure دقت کنین. structure بچه ها. structure چی است؟ F plus present future. F داریم You eat too much. اینمی چی است بچه ها؟ اینمی جمله present است یا جمله زمان حال ساده است. The structure برای شما گفته future. درست؟ یعنی که کلاس بعدی جمله بعدی باید تحت زمان آینده ساده باشه. You will become fat.
اگر شما نان زیاد نوش جان کنین شما چاق خواهید شد. درست؟ مثال بعدی را دقت کنین. بچه ها به استراکچر دقت کنین که F داریم، کلاز یا جمله present داریم و جمله یا کلاز بعدی ما شما فیوچر است یا آینده است. If you drive too fast, the police will stop you. اگر شما بسیار با سرعت رانندگی کنید، پلیس یا پلیس ترافیک شما را چی خواهد کرد؟ متوقف خواهد کرد. خب پیش میریم ببینیم چی گفته شده. Here are some more sentences like this. در اینجا گفته که مثالهای زیاد است مثل این مثال ها. ببینین if you weigh 60 kilos اگر شما 60 کیلو وزن داشته باشید you will need about 2400 calories a day. ببینین بچه ها اگر شما 60 کیلو وزن داشته باشید شما تقریباً با 2400 کالری در یک روز نیاز خواهید داشت. خوب دقت کنید. یا مثال بعدیش If a person eats more than he needs his body will store the extra energy as fat. اگر یک شخص بیش از نیاز بدنش کالری بگیره و نان نوش جان کنه بدنش چی میکنه؟ انرژی اضافی را کالری اضافی را چی میکنه؟ من حیث چربی ذخیره خواهد کرد. این شد جملات ما شما. این بخش A بود بچه ها. بخش B را دقت کنین. گفته شده که now here is something new. Look at this sentence. بر ما شما گفته که حالا یکان چیزای جدید و نو هسته. به این جمله دقت کنین. ببینین بچه ها جمله را. F plus present is present. کلاس اول ما شما چی است؟ F است. جمله کلاس ما شما present یا زمان حال است. باز هم جمله ما شما یا کلاس بعدی ما شما چی است؟ present یا زمان حال ساده است. چی فکر میکنین بچه؟ چی باشه ای؟ یک بار فکر کنین. چی مفهوم میته؟ بیاین که بخوانیم و یاد بگیریم. دقت کنین بچه. گفته شده که if a person eats more than he needs his body stores. در قبلا میفتیم will store حالا میگیم his body stores the extra energy as fat. بچه دقت کنین. اگر یک شخص بیش از حد معمول بیش از اینکه بدنش نیاز داره بیشتر از او غذا نوش جان کنه بدنش چی میکنه؟ انرژی و کالری اضافی را من حیث چربی ذخیره میکنه. ذخیره خواهد کرد نه ذخیره میکنه. ببینیم چی گفته شده. If the result is always true we can use the present tense instead of future. بچه ها متوجه باشین. اگر result یا نتیجه ما شما همیشه وقت چی بود؟ true بود، واقعیت بود، یعنی همون کار میشد، ما بجای future از چی استفاده میکنیم؟ از present. بجای آینده از حال استفاده میکنیم. درست؟ مثال چه بینین؟ Here is another example. یک مثال دیگه است. If you boil water it becomes steam. اگر شما آب را جوش بتین آب چی میشه؟ به بخار تبدیل میشه. نمیشه. یک گپ است که دائم واقعیت است، دائم true است یا حقیقت داره. ما بنابراین از چی استفاده میکنیم؟ از present یا زمان حال ساده. خب شاگردان نهایت عزیز این بود درس امروز ما شما. کس سوال داره میتونین که بپرسین. اگر سوال نیست بریم کوتاه درس خود جمع بندی کنیم و ببینیم ما شما چی چیزا را خواندیم. فیاض درس فکر کنم که خوش آمد، البته لبخند میزنی. درس واقعا جالب بود. خب سوال نیست بچا؟ سوال عالی است. شاگردان نهایت عزیز ما شما در درس امروز واقعا یک درس جالب را خواندیم در بخش ریویژن یا تکرار. البته یک بخش را خواندیم که بخش ریویژن یا تکرار یا مرور بود که واقعا درس جالب بود. حتی فیاض دیگه هم تو خوش آمده بود که چه یک درس جالبه. هم تو بود نه؟ باسد این تو پر انرژی بشی که ما انرژی بگیریم. آفرین. خب بریم به طرف کارهای خانگی. کارهای خانگی رو بگویم هم درس ما تمام میشه. نوشته کنین homework کارخانگی. Write 6 sentences using the structure of F plus present. بچه ها 6 جمله نوشته میکنین. چه رقم نوشته میکنین؟ 6 جمله چی؟ با استفاده از این استراکچر یا ساختار F present ما شما که خواندیم.
یعنی در مواردی که ما شما استفاده میکنیم که اون موارد چی باشه، دائم وقت همیشه چی باشه، true باشه یا واقعیت باشه یا امو اتفاق بفته. خب کارهای خانگی بچه فراموش نشه، درسایتان هم بخونین. این بود درس امروز ما شما، امیدوارم درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خود میبینیم. شما را به الله یکتا و به همتا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.